یوتیوب من خوش اومدید. امروز میخوام دلیل قطع شدن بعضی از کانال‌های آمپلیفایر رو بهتون توضیح بدم که این آمپلیفایری که در تصویر میبینید یه مدتی روی ماشین نصب نبوده و این مشکل معمولا در آمپلیفایرهایی که مدتی روی ماشین نصب نیستن به وجود میاد و دلیلش هم کلید یا ولوم های تنظیم هستش دوستان، که تو ادامه ویدیو من برای برطرف کردن این مشکل 2 تا راه حل بهتون پیشنهاد میکنم. همونطور که میبینید این آمپلیفایر رو من نصب کردم و دیدم مشکل داره، باز کردم از روی خودرو و آمپلیفایر رو کامل بازش کردم و دلیل این مشکل رو پیدا کردم. همونطور که میبینید این کلیدی هستش که زیر دست منه، باعث میشه که یک کانال آمپلیفایر قطع و وصلی بکنه و داخل صدا مشکل به وجود بیاره. برای برطرف کردن این مشکل 2 تا راه حل داریم. یکی از راه حل‌هاش اینه که کلید رو با نمونه سالم تعویض بکنیم و راه حل دیگه‌اش اینه که تعمیرش کنیم. برای تعویض کلید آمپلیفایر دوستان باید نمونه سالمش رو از بازار تهیه بکنید و به همون صورت که داخل ویدیو میبینید به وسیله قلکش و هویه پایه‌هاش رو روی مدار باز کنید و با نمونه سالم تعویض کنید. این روش یه مقدار هزینه برداره و امکان داره کلید مشابه خود آمپلیفایر براتون پیدا نشه. همونطور که میبینید من کلید معیوب رو از قبل پیدا کردم و الان از روی مدار بازش کردم تا با نمونه سالمش تعویض کنم. این کلید نمونه سالمشه دوستان که از بازار تهیه شده و همونطور که گفتم امکان داره همون کلید اصلی پیدا نشه و تو تصویر میبینید که از نظر سایزی از کلید اصلی کوچیک‌تره. حالا با ترفندایی میشه این کلید رو وصلش کرد به آمپلیفایر که من این حرکت رو انجام دادم و جوابم گرفتم. روش دوم دوستان، آمپلیفایر رو شما تا حدودی که قبلا گفتم باز میکنید و کلید رو پیدا میکنید، کلید یا ولوم خراب رو پیدا میکنید و به وسیله اسپری شستشوی چرب دوستان توجه کنید، چرب رو روش تاکید میکنم چون اگه خشک باشه کلید از کار میفته کامل. شستشو میدید همونجوری که حالا در ادامه ویدیو بهتون نشون میدم و به دفعات زیاد با کلید یا ولوم خراب تا انتها و ابتدا میچرخونید و کلید رو به ابتدا و انتها میبرید همونجوری که در ادامه میبینید. دوستان این روش هزینه کمتری داره نسبت به روش اول ولی امکان بازگشت مشکل وجود داره، این هم شما باید مد نظر قرار بدید که البته اگه این آمپلیفایرتون زیاد قدیمی نباشه امکان بازگشتش خیلی کمتر میشه. همونجوری که داخل تصویر میبینید اسپری شستشوی چرب رو به داخل کلید یا ولوم اسپری میکنید، از کنار کلید به داخلش کاملا راه داره، ترجیحاً از همون قسمت اسپری کنید. همونجوری که میبینید داخل تصویر من اسپری کردم و الان با کلید
بازی میکنم تا داخلش کاملا شستشو بشه. دوستان این حرکت رو یه چندین باری باید انجام بدین تا این مشکل کامل برطرف بشه. دوستان برای آموزش‌های بیشتر کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، حمایت کنید تا آموزش‌های بیشتر در رابطه با تعمیر انواع آمپلیفایر، پخش خودرو و باند و ساب براتون بذارم. ممنون که ویدیو ما رو همراهی کردید. سابسکرایب یادتون نره.